اینا همه کلا برداشته میشه. خوب اول یه تی میزنیم کفدار. اینم دست دوم. خوب که پاشو میگیریم مغازه رو ببین به چه وضع داره. یه دستم گوشیه، یه دستم ته شستم. انشالله یه پایه هم خدا میرسونه. بعضی از موها که کنده نمیشه موقع تی زدن بذارید بمونه آخر سر که خوش شد با جارو بکشید. یعنی تو فقط رو مخه، فعلا فقط کثیفی ها. همیشه دوست دارم جوری تمیز باشه که هر جاش دوست داری بتونی بشینی. خودتو توش میبینی خدا بکی. آقا فدای همتون. حاجی اصلا به دلم ننشست یه بار دیگه هم میخوام بشورم و بکشم. همونجا رو ببندیم خوب خیس بخوره. میدونی چون که خیس بود کفم زده بودیم خوش شد، دوباره اونی که شستیم زدیم دوباره کفاش اومد بالا. انشالله جمعه میشورم. اصلا من عاشق شستن این مغازم، تمیز کردن این مغازم. تا حالا 3-4 تا مغازه عوض کردم ولی داخل هیچ کدومشون اینطور که اینجا خوشحالم جای دیگه نبودم. بدون استرس، قشنگ با دلی پر از خوشی هم. فکر جایی نیست آیا میخواد سال دیگه بلند شی از اینجا. نمیدونم ترس از صاحب ملک داشته باشیم. همه چیزش حساب شده است. خدا رو شکر. انشالله روزی بشه ما صاحب ملک بشیم. اونجاش قشنگه دیگه، کاسه دیگه. خب آقا اینم شستیم، بریم یکی دیگه بزنیم فینالش هم میذارم واسه تو اشترام. نگفتم توی فکرت بری یه روزی